ای هموطنان خیزید که وطن را آزاد کنیم، دل غمگشته مادران را شاد کنیم. سلام و درود بینندگان و تماشابینانی که در شبکه فیسبوک و یوتیوب ما را پیگیری میکنید و تماشا میکنید. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. و من یک خطاب دارم بر علمای خاموش. و چی گفتنیم با خطاب من این است با علمایی که امروز در خارج کشور هستند، خاموش هستند و طول یک تقریبا 3-4 روز شد که یک مادر از خود مقامات رژیم رحمانوف، یعنی وزارت کارهای داخلی رحمانوف شکنجه شد و تهدیدها و از برای سطر بگیم که او مادر چکار کردن، شکنجه و تحقیرها دشنام کردن. و ما خطاب با اون دامله های فروخته شده و درباره نمیکنیم، چون که آنها خودشان چکار کردگیان، علاقه خودشان افروختگیان و در داخل تاجیکستان هم باشن، آنها هم همچون در یک بلاکت رحمانوف گرفتار هستند که اگر گپ زنن آنها یا قتل میشوند یا زندانی میشوند. از همین لحاظ آنها چکار کردن؟ خاموشی را اختیار کردن یا که با این رژیم همکاری میکنن. و اون نفرایی که در خارج کشور هستید و جایتون امن است و شما را یگان چی تهدید نمیکنند، مرحمت امروز زمان رسیده است که فضای مجازی دنیا را بر یک خانچه خود که است که همه ما و شما در همین فضای مجازی میتوانیم که فکر نظر خود را، اعتراض خود را به مردم رسونیم. و شما را چی درد رسیده است که طول 3-4 روز شد که یگان نفر تو چکار نمیکنه، نمیگه، اعتراض نمیکنه، از دین تو، از آیین تو دفاع نمیکنه. شما را چی رسیده است؟ من خودی بنده یک نفر سیاسی هستم، مادامی که من از دین، از شریعت، از اسلام که صحبت کنم، باز هم میگویند که این خودش کی است که میبراید از اسلام به قول مردم کوچکی که خبر ندارد و چکار میکند؟ میبراید از حقوق زنها بگیم دفاع میکنند. و شما را چی درد رسیده است که نمیبرای گپ نمیزنید؟ سبب در چی است؟ آیا مرگ شما دائمی است که باید بدولابار در همین دنیا مانید و مرگ شما رو هیچگاه پیدا نکند؟ دیر یا زود حتما شما یا مرگ پیداتون میکنه یا که شما میروید در راه یک صدمه در دوچار میشید و بدون یگان نام نشان از این دنیا پدر گفته میروید. و از همین لحاظ من خطاب با اون نفرایی که داملا هستند و یا که علم از شریعت اسلام بیشتر دارین و شما باید فعال باشید در این قضیه ها و مردم را آگاه کنید که این مردم، این خائنان وطن فروشان، این رژیم شما را به کجا برده ایستاده است. و اما متاسفانه نمیدونیم که تاثیر رحمانوف حتی در همون خارج کشور، چی در اروپا باشه، چی در روسیه باشه، چی در عربستان و پاکستان باشه، همون تاثیر رژیم در قلب‌های شما زنجیر کردگی هست که شما حتی جرأت نمیکنید که در نزد همین دوربین تلفن باشه یا کامera باشه چیکار کنید؟ برآمده با مردم صحبت کنید. و از همین خاموشی ما و شما رژیم چیکار کرد؟ استفاده بود و مردها را خوب شاید حال بودیم که چندین مردها را ریشاش گرفتن، اما مردها گرفته رفتن، در تاجیکستان دیگر مرد نموند و امروز زنها موندن تحت فشار شکنجه این رژیم. و اقلا شما نمیتوانید که سر صدا بلند کنید و در شبکه‌های چی فیسبوک، چی یوتیوب، اینستاگرام فرقی ندارد، در کم شبکه همه ما و شما امروز در عصر 21 زندگی داریم و دسترس به اینترنت داریم. می توانید که همون اعتراض خود را برامون 30 ثانیه باشد یا 10 ثانیه باشد یا که چند دقیقه باشد، تلفن تا میبرارید، صحبت میکنید که ای رژیم، ای خونخوارا، ای بدبختا، این چی گپه که بالای مادرای ما
ظلم داریم. و اون نفرهایی که شما میگوید که این یک خانم بود یا که یک 3-4 نفر بود، در خانه اونها ظلم آمده است، در خانه ما ظلم نآمده است. و مطمئن باشد که این رژیم حتما درهای شما را تق تق میکنه، چون که به همسایت که در آمد فرد مطمئن باشد که اون به شما هم میرسد. و این رژیم میخواهد که تمام مردم را انمی خیل ظلم و شکنجه بکنند. و من مطمئن هستم که اون نفرایی که در سر حاکمیت ایستاده با نام پلیس هسته یا که کمیته امنیت هسته کسی هسته و پس فردا مطمئن باشد که رحمانوف از بین می رود، شما در این نزد ملت و وطن چی جواب خواهید داد؟ حتما شما جواب میدید. فردا رحمانوف اگر که انقلاب شود، یگان تغییرات شود، حتما رحمانوف با همراه اویلش و فرزنداش گرفته می روند و شما را چکونه میکنند؟ در این همراه سامان ایرش باشد یا توجیگیرش باشد شما را نمیبرد. شما باز میمانید به همین وطن، به همین مردم. و پس چی جواب خواهید داد در نزد این ملت و مردم؟ و صحبت طولانی نمیکنم، باقی در امان خدا باشید. در این قضیه که فشارهای رژیم رحمان و بالای مادران کده ایستاده است، بی‌طرف نباشید. حتما سر صدای خود را بر گوشهای کرهای این رژیم خودکامه رسانید که تا که آنها صدای شما را بشنوند و ترس هراس در دل آنها هم باشد، چون که شما خاموش کی هستید، آنها بی‌پروا هستند و ترس هراسی ندارند. هرچی فشار، هرچی شکنجه، هر کاری کنند میگن که اینها خاموشن، آنها بی‌پروا کردن میکنن. و ما و شما امروز سر صدا بلند کنیم، حتما آنها چیکار میکنن؟ دست را از بالای مادرها و خواهرها و دیگر خویش و اقرباهای ما برمیگیرن. و باقی سلامت سربلند باشید. صحبت را طولانی نمیکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.